کوکمون دو سول ره هست. سی اول برابر با سی انگلیسی در تیونر خوب شده. سی بمول و میکرون داریم. از فا شروع میکنیم انگشت سوم فا سول لا انگشت اول اومد دو سی لا فا در سیم زرده لا سیل سیلا سولا سیلا سولا سیلا سولا سیلا سولا سی. اینا راست چپ بودن. سیلا سولا ها لاس لا سول سول سولا اشاره به سی میکنن. فال فال سول. حالا لا کرون لاس لا سول فاسول لا سول فاسول لا سول فاسول لا سول فاسول. اینا راست چپ بودن. لا کرون تکریز سول 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 اشاره به لا کرون میکنه. فا اشاره به لا کرون میکنه. می اشاره به سول میکنه و به فا تکریز داریم. می فا راست چپ ره. از فا انگشت اول فا سول انگشت اول لا به کار شد. سیلاس فا میر. اینجا میکرون در سیم زرد انگشت سوم که اشتباهاً دو نوشته و ره انگشت دوم که اشتباهاً سه نوشته. فا سول لاس لا سول فا سول راست چپ لا سول فا سول لا سول فا سول لا سول فا سول مثل گذشته از سول سول فا فا می می فا. دوم رو می می. سوم میاد رو سول. همین کار برای سول اتفاق میفته. سول فا سول فا می فا سول فا می فا سول فا می فا سول فا می فا سول فاس فاس میس میس رف رف می و از فا فا می فا می ره 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 می فا یک میاد رو فا فا سول راست چپ لا سول فا ریز اشاره به سول سول فا راست چپ سول فا می. همین کار برای سول اتفاق افتاد. ریز راست چپ فا می می انگشت دوم اشاره به ره میکنه. سول تکریز می فا سول فا می راست چپ ریز راست چپ فا می ره ریز راست چپ می ره. فرود میایم به شور.